مرکزهای زلزله‌نگاری قزاقستان خبر دادند که در قلمرو نویه مرغوب ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان زمین لرزه رخ داده است. بنا به معلومات شبکه مرکزهای زلزله‌نگاری مربوط به وزارت حالتهای فوق‌العاده قزاقستان، زمین شب 7 یونیو سال 2023 ساعت 9:54 دقیقه به وقت محلی در عمق 35 کیلومتر لرزیده. شدت زلزله در مرکزش طبق جدول ریختر 4.8 بعد را تشکیل داده است. گفته می شود مرکز زمین لرزه در کوهستان چاتیرتوش در بین شهرک مرغوب و کوری سریز جایگیر شده است. درباره کدام ضرر یا تلفات بر اثر این آفت طبیعی گزارش تا این ساعت به دست نرسیده است. مرکزهای زلزله‌نگاری تاجیکستان درباره رخ دادن باز یک زمین لرزه در شرق این کشور خبر دادند. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده، هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود. بر اثر زمین لرزه شب 23 مارس سال 2023 که مرکزش در اطراف دهه پلدارک نویه کوهستان مشچا بود، در مجموع 368 خانه از جمله در نویه کوهستان مشچا 318 خانه، در نویه رشت 32 خانه و در نویه نورآباد 17 خانه ضرر دیدند. اخیراً اتحاد اروپا شماره عمومی ساکنان ضرر دیده از این زمین لرزه ماه مارس در تاجیکستان را بیش از 2200 نفر برآورد کرد.